سال 2017 من ترم 6 پزشکی بودم و تعداد زیاد امتحانات، حجم زیاد درس‌ها خیلی بهم استرس وارد کرده بود و تنها راه نجات از اون حجم استرس برای من برنامه America's Got Talent بود که هر چهارشنبه فکر می‌کنم میومد روی سایت که ما میتونستیم دانلود کنیم و بهترین قسمتش اون تیکه آخر هر اپیزود بود که گلدن بازر 4 یا 5 تا جاج رو میتونستیم داشته باشیم. اون لحظاتی که یک دختر جوان از پس سرطان تخمدان بر اومده و حالا داره گلدن بازر میگیره، یا یه دختری که توی سن کم ناشنوا شده حالا داره با کف پاهاش بیت موزیک رو تشخیص میده و گلدن بازر میگیره، یا پسر اوتیستیکی که با مامانش میاد و باز هم گلدن بازر میگیره، یه رنگی در دنیای سفیدپوستی من بود که بگم امید هنوز وجود داره و هنوز استعدادهای کوچک دیده میشن، شناسایی میشن و بزرگ میشن. و این سوال واسم این اخیراً پیش اومده که آیا واقعاً هنوز هم در صنعت‌های هنری بزرگ مثل موسیقی یا فیلم افرادی که گلدن بازر میگیرن و اون تعدد و تکثر شخصیتی افراد رو میتونیم ببینیم؟ سرچ کردم Top 10 Female Artists on Spotify، یعنی 10 خواننده برتر خانوم در وبسایت اسپاتیفای کیا هستن. بر اساس چارت دیتا و 31 جولای به ترتیب این افراد اسم برده شدن: 1 آریانا گرانده، 2 تیلر سویفت، 3 اولیویا رودریگو، 4 ریهانا، 5 شکیرا، 6 کارول جی، 7 لانا دل ری، 8 بیلی آیلیش، 9 لیدی گاگا و 10 کیتی پری. خیلی برام جالب شد که بپرسم آیا این افراد همون آدمایی هستن که ما در America's Got Talent یا هر جایز Got Talent واسهشون خیلی خوشحال می‌شدیم، یا صرفاً یک فیلتر خاصی باعث میشه که این 10 نفر به این 10 جایگاه برسن. به خاطر همین یه ذره جستجو کردم در مورد خانواده هاشون، اینکه آیا امتیاز خاصی به لحاظ خانوادگی، مالی، ارتباطاتشون با این صنعت داشتن یا نه. و چیزی که به دست اومد خیلی جالب بود. آریانا خانواده سطح بالای مالی داشته، باباش یک شرکت طراحی گرافیک داشته، مامانش یک بیزینس ارتباطی داشته که سئوش بوده به اسم هوز مکن کامیونیکیشن. کلا مامان و بابا پولدار، نزدیکی به فلوریدا، آدیشن های زیاد موسیقی و راه خیلی هموار شده‌ای به صنعت موسیقی. دومی تیلر که دیگه گفتن نداره، 20 بار اسمش آوردم. باباش سهامدار در بورس بوده، مامانش اقتصاد خونده بوده. اصلا هیچ مشکلی برای تامین مالی این که بخواد هوم اسکول بشه و توی مدرسه مامان و باباش بهش تدریس کنن یا معلم خصوصی بیاد هرچی نداشته. هیچ شغل روزانه‌ای به غیر از خوانندگی نداشته. در سن کم مادرش برای حمایت از حرفه تیلر از کارش کنارگیری میکنه، تو خونه میمونه و بابای تنهایی اقتصاد رو حمایت میکنه و در سن کم تینیجر طوری میان نشویل که از حرفه تیلر حمایت بکنن تا به صنعت موسیقی نزدیکتر باشه و بتونه با لیبل های مختلفی دیدار داشته باشه و اونی که میخواد رو انتخاب کنه، چون اونایی که اول بهش پیشنهاد شده بوده بابا میل خانم نبوده. سومی اولیویا رودریگو، خانواده در جنوب کالیفرنیا، از بچگی بازیگری و خوانندگی رو تشویق و حمایت کردن خانواده‌اش براش، نزدیک هالیوود بوده و از بچگی تبلیغات بزرگ شده، پس اینم خیلی مشکل نداشته. دو نفری که خیلی به نظر میاد که مثلا واقعا استعداد بودن و تونستن خودشون راهشون رو به این مسیر پیدا کنن، شکیرا و ریهانا هستن. ریهانا که مثلا که یه زندگی خیلی سختی توی منطقه به اسم باربادوس داشته، بزرگترین شانسش یه تهیه کننده به اسم ایوان راجرز بوده که صداشو میشنوه و واقعا از همون مسیر America's Got Talent تور شناخته میشه و بزرگ میشه. شکیرا هم خانواده متوسط داشته، باباش مشوق بوده، پول کمی داشتن اما با همون هم حمایت شده و از تینیجری توی این صنعت بوده. کارول جی که شخصا هیچ شناختی نسبت بهش ندارم، باباش موزیسین بوده، دسترسی کارول جی به واسطه پدرش با افراد این صنعت زیاد بوده. لانا دل ری، جالب بدونید من فکر نمی‌کردم واقعا لانا انقدر پولدار بوده باشه. خانواده ثروتمند داشته، پدرش یک کارآفرین موفق اینترنتی بوده، تحصیلات با کیفیت، تدریس موسیقی داشته، فرصت‌های زیاد و حمایت داشته. من چیزی که از لانا تو ذهنم بود این بودش که داشت یه بار یه جایزه خیلی کوچولویی می‌گرفت و داشت میگفتش که مثلا مرسی از فلانی و فلانی که منو در کافه‌های فلان شنیدن و بزرگ کردن.
جالب بود. بیلی آیلیش گفتن نداره. بیلی آیلیش مامان و بابا جفت بازیگر و موزیسین، داداشش فینیس که آلردی یه مسیر حرفه‌ای خوبی رو تو موسیقی واسه خودش ساخته بود و طبیعتاً وقتی که تهیه کننده خواهرش هم شد، خب خیلی مسیر سختی نبوده. ایشون هم توی منزل هوم اسکول شده بوده و خیلی زندگی سختی رو برای رسیدن به این جایگاه تا جایی که ما میتونیم اسمش رو سختی یا آسونی بذاریم البته داخل پرانتز نگذرونده. در جایگاه نهم لیدی گاگا که خانواده خوب توی نیویورک داشته، پرایوت اسکول میرفته، خانواده از وضع هزینه‌های کلاس پیانو اجراهای منهتنش برمی اومدن و به لحاظ مالی خانوادگی حمایت میشده. در نهایت کیتی پری که یک خانواده به لحاظ اقتصادی نسبتاً متوسط داشته، بسیار فضا مذهبی بوده، به لحاظ خانوادگی خیلی جلوش گرفته نمیشده، ازش حمایت میشده ولی خیلی فرصت واوی نداشته که بگیم مثل تیلر که نفر یک امتیاز داشتن هست، مثلا همه جوره ساپورت میشد و هیچ وقت نگران مالی نبوده. به خاطر همین ما اومدیم با چت جی پی تی یه حالت نمودار مانند کشیدیم و اومدیم از 0 تا 10 به این 10 نفر امتیاز دادیم که آیا این افراد محروم بودن از هر امتیازی یا امتیازهای پراکنده‌ای داشتن یا نه highly privileged بودن برای اینکه بخوان به این مسیر وارد بشن و سختی کشیده باشن یا نه. که خیلی جالب، این حالا عکسشو براتون میذاریم، دقت بکنین 5 نفر از این عزیزان امتیاز بالایی داشتن، یعنی شانس خیلی خوبی برای ورود داشتن، سختی بسیار کمی رو کشیدن. 3 نفر متوسط بودن، 2 نفر تقریبا میشه گفت که همون ریانا و شکیرا بودن، تلاش خودشون و شانسشون و همه چیزشون باعث شدش که این اتفاق براشون بیفته. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که افرادی که میتونن توی اتاق آزموندهی برای هر گونه تست بازیگری، حالا بازیگری خیلی نه، خوانندگی و تبلیغاتی و اینا باشن، آدمایین که آلردی یه سری امتیازات دارن، مثل خانواده فلان، تحصیلات خانواده، پول خانواده، خواهر برادری که ارتباطات دارن. حالا مثلا جالب بدونید که سابرینا کارپنتر عمه ناتنیش یکی از صداگذارای فیلم سیمپسون بوده، اون مثلا مسیرش رو معرفیاشو میکنه و اینا. خلاصه با این قصه که تا اینجا گفتم، بین این 10 نفر حداقل 50% اونایی که وارد اتاق آزمون دادن برای انتخاب شدن میشن برای صنعت هنر موسیقی، کسایی هستن که آلردی یه سری امتیازات دارن. پس کسی که امتیاز نداره اینجا یه کوچولو عقب میفته. حالا در کنار این الان ما AI رو داریم که یک سری کرایتریایی به ما از صدای خوب، فیلم خوب، تصویر خوب، نور خوب. الان این نوری که پشت سر من رو AI گفته و دقیقاً ببین تو خیلی از ویدیوهای یوتیوب هستش که مثلا یه نوری بذار پشتت که گرم باشه، که عمق بده به فضا، البل. یعنی ما داریم هممون بر اساس یک کرایتریایی که AI داره بهمون معرفی میکنه سعی میکنیم که صدا، هنر، تصویر، موسیقی، همه چیز رو پولیش کنیم و ارائه بکنیم. حالا یه چیزی که خیلی اینجا واسه من جالب بود این بودش که من رو یاد دوران قرون میانه یا قرون وسطا میندازه. اگر نمیدونید، من هم اطلاعات البته چندان زیادی از تاریخ ندارم، ولی آن چیزی که میدونم این هستش که در قرون وسطا این فضا حاکم بوده که مسیحیت و کلیسا خیلی سیطره داشتن بر افکار مردم و چه بسا حتی حضور شما به عنوان یک رعیت در دنیا در مداری بزرگتر دیده می شده که باید برای یک خوب بزرگ، یک خدا، یک نیروی برتری شما اونجا نقشت رو به عنوان رعیت ایفا می کردی و به خاطر همین خیلی تاکید می شده که رعیت باید رعیت بمونه تا این مدار جریان داشتن برای اون خوب برتر تکون نخوره. حالا حتی اغراق یه ذره، ولی هنر، موسیقی، کتاب، ادبیات در راستای این خوب برتر بوده، زیر نظر کلیسا بوده. چاپ و تولید کاغذ زیر نظر کلیسا بوده و آرام آرام وقتی که به دوره رنسانس که معنای تحت لفظش میشه تولد دوباره نزدیک میشیم، توجه هنرمندا، ادیبان، عرفا به خود انسان برمیگرده و اگر دقت بکنید در هنرهای تصویری، مجسمه سازی و هنرهای تجسمی ما میبینیم که خود انسان به معنای آناتومیکش، به معنای استراکچرالش، زاویه نور، سایه ها، عمق و آناتومیش موضوعیت پیدا میکنن. و یک بار دیگه اون عطسه کردیم ما؟ چیزی آب میخوری؟ نه. و با ورود بزرگان در واقع رنسانس مثلا رافائل، میکلانجلو یا میکلانج، داوینچی، ما میبینیم که انسان بار دیگر جایگاه خودش رو به عنوان مرکزیت هنر، به خصوص هنرهای تجسمی و بصری پیدا میکنه و متحول میشه که آثار برجسته این بزرگان رو داریم. و اتفاقا اگر واسهتون جالب بود، یک ویدیو هست که توی توضیحات لینکش رو میذارم، خود رافائل یک نقاشی به اسم مدونا رو بارها و بارها در
طی این مدت کشیده و تفاوتش در دورانی که قبل از حالا به عنوان رنسانس میشناسیم طی سالهای رنسانس خیلی زیباست. اینکه نور واسش چه جایگاهی ایفا میکنه، خود اون مرکزیت تصویر مدونا چه تغییراتی پیدا میکنه، قشنگ نشون دهنده این تحولات فکری بزرگهای هنر اون زمان هست. و اتفاقا نکته جالب ترش اینه که علت این که اصلا رنسانسی شکل میگیره اینطوری نیستش که خب ما اشباع شدیم، مغز آدم هر چقدر از یه منبع دوپامین بگیره وقتی که اون منبع دائمی و یک نواخت باشه بهش عادت میکنه و پس خود طبیعت یکی دیگر واسمون ایجاد میکنه. نه، اتفاقا خیلی جالبه بدونید که رنسانس به صورت عامدانه ایجاد شد. اینطوری شد که یه خانواده بسیار پولدار ایتالیایی به اسم خانواده مدیچی میان یه پول کلونی رو میذارن وسط و اینجوری چاپ، ادبیات، تصویر، هنر از سیطره کلیسا آروم آروم خارج میشه و افراد پولدار اون هنرمندها رو ساپورت میکنن و اونها میتونن اون چیزی که دلشون میخواد تصویر بکنن، نه اون چیزی که سفارش میگیرن از کلیسا برای یک خوبه برتر. حالا میخوام این آنالوژی که ساختم و بندازم روی وضعیت فعلی ما که داریم برای یک خوبه برتری تحت عنوان AI همه چیزمون رو پولیش میکنیم. میایم از AI میپرسیم که ببین دوست عزیز اگر من بخوام مثلا فلان کارو بکنم چه جوری این کارو بکنم که ویو بخوره، بعد تازه من هر جوری هم ویدیو بسازم اون رو در یک پلتفرمی آپلودش میکنم که الگوریتم هاش رو AI میسازه، پس طبیعتا اون کسی که این ویدیو رو میبینه رو AI تشخیص میده و این خوبه برتر ما الان AI توی این آنالوژی. و حالا خیلی جالبه بدونید که یک سری مطالعات انجام شده که اومدن افرادی رو که مخاطب موسیقی بودن در اتریش اگر اشتباه نکنم به 3 دسته تقسیم کردن و به دسته اول گفتن این آهنگی که قراره گوش بدید رو آدم‌ها ساختن، به دسته دوم اومدن گفتن این رو AI ساخته و به دسته سوم هیچ چیزی نگفتن. و تفاوت خیلی فاحشی بین واکنش اینها و دوست داشتن اینها نسبت به این موسیقی که اتفاقا همشون رو AI ساخته بوده شکل گرفته. به این صورت که آدم‌ها دوست دارن اون چیزی رو که میشنون به عنوان موسیقی و اون چیزی که میبینن به عنوان هنر، این رو البته من خودم اضافه کردم، رو آدم‌ها ساخته باشن و رغبت کمتری نسبت به اون چیزی که AI میسازه نشون دادن. از طرفی توی یک مجله به اسم والنتینا مجددا گزارش کرده که یه درصد قابل توجهی از افراد از اجراهای زنده‌ای که میرن اون چیزی که به یادشون میمونه و واسهشون خاطر انگیز میشه اتفاقا اون اشتباهاتیه که پیش میاد. مشکلات مثلا اینه که میکروفون وصل نمیشه یا طرف اصلا لیریکس رو اشتباه میخونه. و اگر بخوام همه اینها رو خلاصه بکنم، آدم‌ها دارن رو میارن به آدم بودن به معنای اینکه الان ایشون سرفه‌شون گرفت و نیاز داره آب بخوره و این خیلی بهتر از اینه که ما این رو کات بکنیم و یک چیز کاملا پولیش شده به شما نشون بدیم. چرا؟ چون اون رو یاد میبرید ولی اینو یادتون میمونه. و این ترند رو به در واقع یک هنرمند، یک تاثیرگذار معمولی تر شدن اتفاقا در فوریه 2026 با برنده شدن لولا یانگ به عنوان بهترین سولو پرفورمنس برای آهنگ مسی توی جوایز گرمی دیده میشه. هیچ کس انتظار نداشت که بین سابرینا کارپنتر، لیدی گاگا، جاستین بیبر و حتی یک نفر دیگه که اینجا نوشتم چپل رون یک دفعه اسم لولا یانگ 24 ساله بریتانیایی خونده بشه که هیچ کس هیچ وقت هیچ جا ندیده بودتش یا حداقل آدینس خیلی کوچیکی داشت، ولی یک دفعه‌ای به عنوان سولو پرفورمنس بهترین انتخاب میشه و میاد جایزه‌شو واسه آهنگ مسی میگیره. یعنی لیترالی داره میگه که من شلختم، من تمیز نیستم، من ایراد داره کارم. و حتی آهنگ قدیمی تری از لورد به عنوان آهنگ رویالز که توی متنش داره میگه که ما اصلا سلطنتی نیستیم، ما تو راه کنسرت دونه دونه اسکناسامونو میشماریم میذاریم رو هم و اینجوری حال میکنیم با کنسرت رفتن، که در واقع نشون دهنده اینه که سلیقه جمعی هم داره به سمتی میره که ایراداتی که در حین آدم بودنمون در روزمره پیش میاد رو آروم آروم داریم سعی میکنیم دوباره در پس یک دوره خیلی سفت و سخت ترتمیز بودن و خوشگل بودن و نایس بودن در آغوش بکشیم. و من این رو یک خبر خوب میدونم و چه بسا توجیهی میدونم برای فیلم هایی مثل Obsession، Backrooms و Iron Lungs اگر اشتباه نگم اسمش رو، که برخلاف بودجه بسیار محدود، کارگردان های بسیار ناشناخته یوتیوبری، بازیگرهای باز هم ناشناخته خیلی مورد توجه قرار گرفت و استقبال چند برابری ازش شد، در حالی که فیلم های چندین میلیون دلاری هالیوودی در کنار اینها هستن که چه بسا از اینها عقب موندن. این شاید یک خبر خیلی خوب باشه. بار دیگه من زهرا سورانی هستم و امیدوارم که لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید